نه واقعا ندارن. نه تو کسش مارمولک بوده، اینا کس شعره. مارمولک که تو کس نمیره داش. کس شعر چرا میگی؟ تو دهم میره، ولی تو کس که مارمولک نمیره اینجوری کار چسبیده به هم. این کار یه موقعی که شل میکنه یه سی میده توش شل میکنه. گرفتی چی شد؟ بعد پس کنم داداش، یا مثلا الکی نمیشه پشت سر مردم حرف زد. خدایی الکی نمیشه حرف زد. کارما خار آدمو میگاد. کارما دروغ و آبروبری رو میترس. من آبرو نمیبرم، من میخوام ببینم بوی کسین چه بویی میده. من الان فاز اینه گرفتم ببینم کسین چه بویی میده. بعد منم آدم حساس، شما منو نمیشناسید، هیچ کدومتون منو نمیشناسید، فقط تو گوشی منو دیدید. آدمایی که دورم بودن تو لایون، حالا 10 تا 20 تا، یعنی بو بده جون ناموسم از خونه بیرونش میکنم. من دختر بوده بو میداده، گفتم پاشو خانم، چه فکری کردی اومدی پیش من؟ مادر جنه کستو برو بشور، 2 تا آنتی بیوتیک بخور، کم بده از این دوش واژینیالا بریز تو خود، دوش واژینیال اصلا کیفه میگم اصلا بو بخوره، نگاه اینجوری میزنم تگری، اصلا یه لحظه نگاه اشکم هم اومد، خارتو گاییدم، نگاه چشام خیس. دنیا جنبخ بوی بهش میده، من باش طرفم. اصلا دنیا دختر تمیز، بهش فش میدم. آقا دروغ بگی خارت گاییده میشه، دروغ نباید بگی. دنیا جنبخ از زهرای، البته اینجوری میگم دنیا جنبخ خاکوسه، از نوک پا تمیز تا سر بوی بهش کسکش. اصلا دختر با کاریزما، این کونی داتی اسلام حالا نه اصلا اسلام شهر جای بدی باشه، مثلا میگن یارو دختر بچه اسلامی، بچه لب اتوبان های اسلام شهره، اصلا لب اتوبان هست، وای میستن اتو میزنن میرن تو این باغ ماغا. آره کس نگو مادر جنده. الان دارم تارو پیام رو میخونم. باید قشنگ کارو چیز که بهشته. ببین دنیا اصلا بهشته. دنیا دختر فوق العاده تمیز. بعد مثلا دنیا یه جا راه میره، من دیدم دیگه. ببین من دختروازم، تو ششم مو رفت. من دختروازم، خدایی دختریه که یه جا راه میره همه نگاش میکنن. بعد ایناست که خارکسته خط بوش میمونه 1 کیلومتر، ولی این سحر قریشیه رو من باید خط بوشو یه صفا کنم، باید ببینم چی جوریه. خط بو پایین داره، خط بوی خودشو داره. خیلی مهمه. دختر خوش جلدی، اصلا وجودش بوی تمیز میده، اصلا اونم خارکوسه بوی بچه میده. ولی این مادر جنده سحر قنبلشیه رو من تضمین نمیکنم. من مالشناسم، من به مولا دروغم نمیگم، باید تست کنم میفهمم. آره افغانی آدمایی بدی نیستن. تو این لایف 400 نفر افغانی هن، پرچمشون هم بالاست. افغانی ها گنگستر دارن، ترتمیز، نامبرما. شما تو ایران 4 تا کارگر ساختمونشون رو دیدید؟ بیا بریم من افغانی ها رو دنیا بهتون نشون بدم. داداش با شاه فالودا نمیخوره، ساعت دستش $1,000,000، ماشین زیر پاش $1,000,000، ویلاش تو بهترین جای دنیاه. تو همین الان تو همین لایف 300 تا افغانی گردن کلوف هست. پرچمشو بذارید ببینن اینا. نه بابا افغانی چی؟ افغانی بد نیست که، چرا فکر کنید افغانی ها بده؟ تو ایران هم متاسفانه 4 تا کارگر اومدن سر ساختمون کار کردن، فکر کردید مثلا افغانی ها فلان. نه افغانی، من یه افغانیایی دیدم ببینی میگی یا فاطمه زهرا. مهسا هم بو نمیده. مهسا کیه؟ نمیشه سمت. من باهات بودم داداش، ولی میترسم بگم کجا، چون کشتن با تو همینجوری تو اعدام داره. تو داشتیسم به این حرفا نمیخوری با من، کار کستری یه جا باشینی، یعنی هموم نمیرسه نه هموم نیست. ببین نگاه کن، مگه کسی هموم، الان من برم هموم مثلا، من هی برم هموم، من چجوری بهت بگم، اصلا کس هم نداریم. الان میگه دختر مشکل جنسیتی داره، خب اون باید بره عفونتش رو عمل کنه، نمیگم عمل کنه، باید بره به خودش برسه، سکس کم بکنه، کسش هر جایی وا نکنه. اینجوری نیست که من دختری که بو بده رو نمی کنم. الان خیلی هم شاید تو این لایو باشن بغل من اومدن میگن چرا داوود ما رو نکرد، به خاطر اینکه کستون بو میداد. اسمتونم نمیارم تو لایو، ولی کلا توشون بو میده، نمیرن برسن به خودشون. اگه تو ماهی یه دفعه زنان زایمان بری، نه بری بزایی ها، زنان زایمان زنا میدونن من چی میگم، دکتر زنان حالا بگم، بری یه بار 4 تا ماینه شی، قرص بخوری، به خودت برسی،
بعد سکست از ژلای ضد باکتری و ضد عفونت استفاده کنی. مردا هم استفاده میکنم. من اینجا الان ژل ضد چیز دارم، تو برای ما هیچ مشکلی نداره، میمالی روش. برای اونا که توشه هزار تا کثافت میمونه باید به خودشون برسن. متاسفانه این به خودش نمیرسه. رفته دبی هم، خارکوس دبی هم جن این لافاش میخوره. من میدونم دیگه، من میدونم این لافاش بو میده به قرآن. پسرا دختری که پریود باشه رو میکنه تو خارتون پسر رو گاییدم. آفرین. بو خیلی مهمه. تو کثیف‌ترین موجودی هستی که من تو رو میشناسم میلاد. درسته رفیقمی، فامیلمی، با هم دیگه رو فالو داریم. داداش تو یکی دو تا دختر آوردی بوشون هنوز رو مبل آنتیل مونده، یعنی این چیزو انداختن اون رو الان اینجوری دلاش نگاه کن، صرف کن اینجا مبله بو کنی اینجوری میاری بالا. چرا؟ چون اونا خیلی بو میدادن. خودت میدونی کیو دارم میگم، کیرم تو دهنت، یعنی اون روزو باز آوردی جلوی چشم. دارم میارم بالا. دختر باید تمیز باشه. سعی کنید از چیزایی که به جایی که برید عمل جراحی کنید، کس و چونتون رو گنده کنید، برید تتو رو کستون بزنید، وسایل ژلو و چی میگن بهداشتی برای خودتون بخرید. از داروخونه نمیتونید بخرید. به من کسکش پیام بدید، من تو ایران 5 میلیون 10 میلیون میزنم کارتتون برید بخرید. ولی روزا سلطانی اون ازدواج کرده. بده این حرفا اصلا. ببینی اونم دختر فوق العاده تمیزی بود، حضرت عباسی. من هر کی تمیز باشه، پارمیس که خانوم اون خانوادمه، صبا، دنیا خارکوسه با بهشت در دنیا رو میسن وام میکنی، اینگاه بهشتی داری وام میکنی. بودم خارتو گایدم یعنی به خدا. ولی این سحر قنبلشیه خیلی داغونه. آقا داود شماره کارت بدیم. حالا برای شستشوی کس من یه کارواش تو تهران میزنم، یه تونم اینجا میزنم، حالا مشکلی نداره. ولی کلا باید به خودتون برسین. کسی که بو بده رو تو بمیری من میگم بو میده. من با کسی تعارف ندارم. من کسی خرج منو میده یا مثلا من خرجشو میدم. راستگو پرستشم دختر تمیزیه، حضرت عباسی. حالا اینا همه الان رفتن سر زندگیاشون، ولی یه ذره عقب‌تر از پرستش اون قدیمایی که گذش بو میده، اونم مثل تون ماهی میداد. به خدا جدی دارم میگم. رضا جون، رضا کرکماز، عشق منی برادر. خب دیگه کسه همه رم بوشونو فهمیدین. نه بعد دختری که بو بده تو بگو جنیفر لوپز. آقا مثلا والا همتون با جنیفر لوپز شاید خاطره موزیکی داشته باشین. اصلا کسی که تو ذهنتون خوشگل‌ترین دختر عاشقش باش زندگی کنید، بری بغلش بو بده، من میرینم تو دهن اون زن اگه بو بده. منم همینم فکر نکن مثلا من زیر بغلم یه بوی خوب میده، لبام یه بوی میده، دور لبم یه بوی میده، دستام یه بوی میده، بدنم یه بوی میده. کیه؟ اومدی؟ کجا بودی 11 شب کسکش؟ با کی بودی؟ دوست پسر رو میذاری خونه میری بیرون پسر بازی؟ در ندیگه. بعد من رهوپیتو نمیشیسم، تو هم شکم آب کن 100%. ولی من شکمم جون تو سرشو میذارن روش میخوابن ها. آفرین. ریحان پارسال هم نمیشناسم. اون بازیگره. نه باش سنمی ندارم. اومده بود اینجا نمیشناسم. خب برای چی؟ متولد چه مایی هستی؟ من تیرم. پسرم ارشیا، پسرم هم طولایی. بچه اینم پسرمه. این پسر ناخواندمه. یعنی این پسر یه اتفاقی یه شب افتاد، این به دنیا اومد. الان هم 18-19 سالشه، تهرانه. یه دونه پورشه انداخته زیر پاش. یه خونه هم تو شمرون براش گرفتم، اونجا دختر بازی میکنه پسرم. امیر فردین کیرم تو ناموس امیر فردین و تمام طرفداراشو، تمام کسایی که حرف این زنجنده رو گوش میکنن تو فضای مجازی. مینا نامداری هم دختر خیلی تمیز و خوبیه. من با مینا هیچ رابطه جنسی نداشتم. مینا رفیقمه، دوستش هم دارم، دختر خوبی هم هست، رفیقمه. من باهاش رابطه ای نداشتم. آیا داوود یک کلاس دختر بازی بذار 100%. دختری که بو بده رو برینید تو دهنش. حتی با اتاق هفت تو تهران میگن الان اتاق هفت موده، با اتاق هفت 0 کیلومتر اومد دنبالت، خونش تو امارت بود، برینید تو دهن اون دختر تو همون امارت. برین تو دهنش، اونجا ببینم کسکش. برو به شونات اسلامی زیر کمرت برس.
داوود جون